یه ذره زیبایی بهتون نشون بدم کیف کنید. تنها ماشینیه که من دوست دارم داشته باشم، تویوتا لند کروزر وانت. این ماشین تو این رملایی که دارید میبینید اونور جاده 170 تا با همین این پر میکنن سعودیا. اصلا یه ماشینیه مردونه. نگاه کنید شاسی رو ببینید، کوالیتی رو نگاه کن. آخه چه ماشینی همچین کوالیتی داره؟ این ماشین منو یاد یوز پلنگ میندازه، اسکینی و لاغر و سبک ولی پرقدرت و با کیفیت. پیچ و پیچش کیفیته. ژاپن چی زده خدا وکیلی. خیلی زیباست، تمام فولاد. چه کیفیتی، چه کوالیتی. چه رنگی، کیفیت رو نگاه. برای تک تک دوستانی که این ویدیو رو دارن میبینن آرزو میکنم یه دونه از همین نوع داشته باشید. یه دونه از اینا آدم داشته باشه تا آخر عمرش دیگه نمیخواد ماشین عوض کنه. و خدا این ماشین 40 سال کار میکنه بدون خرابی. اگه خراب شد بیارید یه دونه بزنید تو گوش وودی. اینجوری وودی میگه چرا من مایه میذاری؟ دوست دارم. خلاصه